جدیداً یک سری نگرانی های در مورد پناهنده هایی که در سازمان ملل ثبت شدن یا پروسه سایوی پرونده دارن یا در P1 یا P2 اینا پرونده دارن، در حال بررسی است. بعد از اینکه ترامپ آمد خب یک سری دستورالعمل‌های داشتن، اینا نگران هستن. بعد از اون موضوع اینا نگران هستن که مبادا پروسه پناهندگی اینا به تأخیر بیفته. در این مورد میخواییم صحبت کنیم چند دقیقه. ببینید دوستان، اول اینکه اصلا نگران نباشید، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. من امروز آمدم اینجا هم قدم بزنم هم در این مورد یک ویدیو برای شما بسازم که دوستایی که نگران هستن، اونایی که در سازمان ملل پرونده دارن یا اینکه سایوی یا P1 یا P2 خب نگران نباشن. چرا که اول اینکه آقای ترامپ خب سری قبلم که آمدن یک سری سیاست های ضد مهاجر داشتن، ولی خب در مورد پناهنده های افغانستان در همون دوره قبلم اینا استثناء قائل شدن، پرواز داشتن. پناهنده های افغانستان پرواز میکردن، پرواز داشتن، ویزا صادر میشد. ولی خب در مورد بعضی از کشورهای دیگه بله متوقف شده بود یک مدتی در همون دوره اول، ولی خب همون سری هم در مورد پناهنده های افغانستان کلا فرق میکرد به خاطر شرایط افغانستان و مشکلاتی که هست. در همون دوره هم اینا سعی کردن که ویزای برای پناهنده های افغانستان که شرایط سختری دارن و جانشان در خطر است، اینا ویزا رو متوقف نکردن. پرواز وجود داشت هم از ترکیه و کشورهای دیگه، اونایی که ثبت سازمان بودن یا اونایی که در کشورهای مثل اندونزی، مالزی و غیره بودن، همه از اینجا پناهنده افغانستان برشان ویزا صادر میشد و پرواز داشتن. پس نگران نباشید، اینا همه سیاست هست. اولا که هر رئیس جمهوری که اول میایه یک چند تا دستورالعمل داره، بالاخره میخوای خود نشان بده که این ما هم هستم. بالاخره یک چند تا دستورالعمل یا ضرب الاجل اعلان میکنه. این خب موقتی است، حالا گفته بعد از 3 ماهی به تصویب برسه یا نرسه، یا ممکنه کلا لغو شوه دستورالعمل. بعد از این گپا گذشته خب اینا یک کارشناسشون هم آمدن خب توضیح داد که درسته که دستور آقای ترامپ داده، ولی در مورد پناهنده های افغانستان خب کلا شرایط فرق میکنه. اونا رو استثناء قائل شدن و گفتن مشکلی نیست، ما شرایط اونا رو درک میکنیم، کشور در حالت اضطرار است، وضعیت امنیتی خوب نیست، به او خاطر پناهنده افغانستان میتونن پرواز داشته باشن، میتونن برش ویزا صادر شود. پروسه سازمانش هم همچنان پروندهشون بررسی میشه، در جریان است. و در مورد بعضی از کشورها خب ممکنه صدق کنه، ولی برای پناهنده افغانستان نه. پس نگران نباشید، هیچ مشکلی نیست. همه پروسه ها با همون شرایط قبلی دنبال میشه، بررسی میشه و ویزا صادر میشه، پروازها انشالله از سر گرفته میشه. پس نگران نباشید. دیگه خواستم یک ویدیوی کوتاه داشته باشم. دیگه این سرک هم آخر شد، دیگه پیاده روی ما تمام شد. دیگه برای حمایت از ما، از خودتان، برای حمایت از خودتان، از پناهنده های عزیز، لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستای خود بفرستین، حمایت کنین تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتر رو بسازیم. ویدیوها در موضوعات خیلی مهم
موضوعات خیلی مهم است خواهیم ساخت، ولی خب یک مقدار ضیق وقت داریم. کوشش ما، تلاش ما این است که ویدیوها با موضوعات مهمتر ساخته شود و از همه مهمتر این که ویدیوهایی که ساخته میشه خب واقعی باشه، فکر نباشه، حرفی که گفته میشه حرف درست حقیقی باشه، نه اینکه به خاطر لایک و سابسکرایب 4 تا ویدیو بسازم. نه، ویدیوهایی که واقعی از حقیقی از حقیقت داره و گپ‌هایی گفته شود که واقعی است و با هم صادق باشیم. دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.